بچه‌ها میخواستم یه دیدی به شما بدم از داونتاون تورنتو. هم پارک داره، هم ساختمان‌های مسکونی بلند داره. البته اینجا جای شلوغیه و همه جای تورنتو اینجور شلوغ نیست. مرکز شهرش خب هم اجاره‌ها بالاتره، همین که قیمت‌ها هم برای غذا البته نه. من قیمت‌های غذا رو که دیدم تقریبا میتونم بگم برابر با بقیه جاها بود، حتی بعضی جا پایین‌تر هم هست، بعضی جا آف زدن اینا. اینجا بیشتر سبک دانشجویی و جوونا زندگی میکنن و دسترسی به مترو و اتوبوس هم توی خیابون یانگ به سمت مرکز شهر که میایم خیلی ساده تره. گفتم که یه همچین دیدی داشته باشه، اونایی که علاقه دارن مثلا ببینن چه جوره بیان در جریانش باشه. مثلا این سمت هم پارک وجود داره، مرکز تفریحی و رستوران و این حرفا. این هم اتوبوساشه، خیلی چیز شاخی نیست و تعجب آور. اینجا مثل همه جای دنیا مردم الان درگیر کار و زندگی‌ان و حتی خیلی به سختی دارن میگذرونن. حتما هم باید زوج باشید اگر میایید اینجا که 2 نفر باشید، بتونید هزینه ها رو با هم شیر کنید، در این صورت اذیت میشه. این هم فضای کلی کار. دوستان گفته بودن که از ایستگاه‌های اتوبوسش هم براتون فیلم میگیرم. بچه اینجا ایستگاه اتوبوس تقریبا هر ایستگاه بالای مترو قرار داره. بعد اتاقک‌هایی وجود داره که زمستون که هوا سرد میشه میتونن داخلش بشینن استراحت کنن. یه مانیتور وجود داره که مثلا میزنه تا ریچموند هیل 10 دقیقه دیگه مثلا اتوبوس میاد با خط فلان. معمولا هم جای 2 نفر 4 نفر تو این اتاقک‌ها وجود داره که منتظر اتوبوس بمونن تا برسه. گفتم براتون بگیرم، شاید براتون جذاب باشه.
Next stop, Dufferin Street. If you've lost an item while traveling with us, visit yrt.ca/lost and found for assistance. خب بچه ها، از مرکز شهر که فاصله میگیرین عملا میبینید که دیگه خلوت میشه همه جا و عابر پیاده کم دیده میشه، یکی در چند کیلومتری دیده میشه و اغلب جمعیت جوان و دانشجو یا حالا آدمایی که جای شلوغ دوست دارن میرن سمت داونتاون خونه اجاره میکنن. برای همین هم اجاره اونجا یک کمی بالاست، اما خب اینجا هم لذت‌های خاص خودشو داره. یکم که فاصله میگیرن مرکز شهر، خونه ها بزرگتر میشه، حالت ویلایی تر میشه و شاید جای ساکت تری برای حالا زندگی آرامتر. گفتم براتون از اینجا فیلم بگیرم که واقعیت های خیابون های تورنتو رو ببینید و خلاصه جدیتر تصمیم بگیرین. تقریبا میشه گفت برای خیابونان اصلی بخش های وجود داره که پارکینگ داره و یه تابلو بزرگ داخلش مغازه ها یا بانک هایی که در اون بخش وجود داره رو میزنه و پارک میکنن تا کاراشون انجام بده. برای خیابون اصلیه. در برخی از محله ها بچه زمین های بازی وجود داره، پارک یا حالا به نوعی زمین های بازی. اینا سگش آورده اینجا داره تمرین میده، اگر ببینید خیلی زیباست. اینجا بیسبال بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن، انواع ورزش ها رو اینجا انجام میدن. سمت هم مدرسه هست و خیلی جالب. تاب میکنه برای سگش، نمیاره. یواش یواش داره چمنه سبز میشه برای بازیاشون. یه قسمت هایی هم چیدن که تماشاچی ها بتونن بشینن و بازی ها رو تماشا کنن. در برخی محله ها که فضای باز زیاد دارن بچه ها زمین بازی هم میذارن برای بچه ها و حالا سگ ها. اینم هواپیماست رد میشه. خیلی چیز عجیبی نیست بچه ها، شاید از اینا بهتر شما خیلی داریم تو کشور خودمون، ولی متاسفانه بعضی ها فکر میکنن که آقا چه خبره اینجا. باید ببینید هدفتون چی از سفر یا مهاجرت. ببینید هدف اول مشخص کنین که بعدا خدای نکرده متضرر نشید دیگه. این فضا که میبینین فاصله داره بچه ها از مرکز شهر. تو مرکز شهر چنین فضاهای باز و گسترده این وجود نداره، چون اونجا زمین کمه. دورتر که میشین دیده میشه دیگه. این هم یکی از محله هاست بچه ها و مدل خونه ها که تقریبا یه شکل هست. خیابون عریضه و حالا یک فضای کوچیک جلوی منزلشان دارن برای بازی. در هر محله هم بچه ها یه صندوق های پستی وجود داره، مدل قدیم. پستچی میاد نامه ها رو یا مدارکی که ارسال میشه رو
داخل اینا میندازه و هر کس میاد مال خودشو بر میداره. تقریبا یه روز در میون میان چک میکنن همسایه ها. شماره واحد داره، شماره پلاک داره و غیره. بچه‌ها تقریبا میتونم بگم داونتاونش تعدادی خیابون موازی همه که همدیگه رو قطع میکنه، تقریبا مثل اصفهان خودمون. در نتیجه یه چیزی حدود شاید 16 تا 20 تا 24 تا چهارراه کوچیک کوچیک ایجاد شده و همینطوری که ادامه میدیم بین این چهارراه هم خب ساختمان‌های قدیمی ساخته شده و در نتیجه جذابیت داونتاون تورنتو رو افزایش داده. یعنی خیابون‌های باریک هم اتوبوس و تاکسی و ترن و اینا همه رد میشن. برخی از ساختمان‌ها شاید قیمتش به نظرم 80 سال 100 سال هم باشه و زیبایی شهر رو دوچندان کرده. ببینید دوباره هر چند دقیقه ما به یک چهارراه برخورد میکنیم. این بر چهارراهه، دوباره میبینید این برم چهارراه داره. بورس زیبایی هم از این بر داریم. همونطور که میبینین اینجا با برج‌های خیلی بلند احاطه شده. تصویر CN تاور هم روی شیشه ها افتاده. این بر خیلی جذابه. خیابون ها شلوغ و کم کم هوا داره گرم میشه، بنابراین مردم دارن سعی میکنن که بیشتر بیان بیرون. امیدوارم که بتونم منم از این فرصت استفاده کنم و have a lot of fun. خب اینم یه بخش دیگه از بچه‌ها کوچه های شهره. اینجا هم هیچ کس راه نمیره، کلن هیچکی نیست. یعنی اگر دنبال جای شلوغی که همش آدم ببینین، اینجا جای مناسبی برای شما نیست. و دیگه واقعیت ها رو دارم میگیرم که خودتون ببینین و تصمیم بگیرین، ببینین چه نوع لایف استایلی رو دنبالش هستین. خب البته خیلی فضا زیاد دارن، همه چیز در ابعاد بزرگه، به خصوص هرچی از مرکز شهر دورتر میشین خیابون ها خلوت‌تر میشن. یه همچین سبکی رو در نظر داشته باشین.